بهار این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها تیلا یکان ای بچه ها شیری نکانی به بهار این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها. این تو مانشان درینکاپو کنی این طرف بیا گذاشی کنی شین دختری جانم حاضر ما درباره یک مرچه یکیه مثل تو زیبا شده میخواست دربارهش نقل کرده میدیم. دختری جانم بوده است نبوده است یک مرچه یکی بوده است. مرچه یک خیلی خوشحالانه زندگی میکرد و دوستانی زیادی داشت. مرچه یک هر روز سحر میخیست سمکش رو میگرفت با مادرش خیر خوش کرده بعد به مکتب میرفت. در راه مکتب دوگانه هایش ملخ و شپرک را میدید. از آنها احوال پرسی کرده سلام داده بعد از کمتر گپ زنی به مکتب میدر آمد. وقتی که به مکتب میدر آمد در آنجا هم دوستان زیادی داشت که انتظار مرچه یک بودند. رنگی انوی دوستانش سرخ بودند. رنگ این مرچه یک زرد بود و او میخواست که مثل آنها سرخ باشد. یک روز گریه کنان به نزد مادرش آمد و گفت من میخوام رنگ دوستانم سرخ باشم. برای چی من مثل آنها نیه؟ من دیگر شدن میخواهم. دیگر شدن میخوام. گویم گریه میکند. انا بعد مادرش میگوید که گریه نکن. دوستانت تو را دوست میدارند. مهمش انا همین است. برای چی گریه میکنی؟ گفته آرام کند آرام نمیشود. گریه کردن میگرد. یه آرام شو حاضر من رنگ تو را دیگر میکنم. گفته از انبار یک ستیل رنگ سرخ را آورده و قنات های مرچه رنگ سرخ مالید. بعد مرچه یک از خرسندی به پوستش نمی غنجید و میخواست زودتر سحر شود و قنات های سرخش را به دوستانش نشان دهد. بعد همین خیل امید خواب کرد. بعد مرچه یک سحر که شد سمکش را گرفته با مادرش خیر خوش کرده بعد به مکتب می رود. در آنجا در راه دوگانش شپرک را می بیند و سلامی بلند کرده می گوید سلام من امروز زیباتر شدم. اما شپرک حیران می شود. تو کیستی؟ این من دوگانه تو مرچه یک می گوید. شپرک با غضب می گوید که
دروغگوه شرم نمیداریمه. گفته با پشتش نگاه نکرده رفت. انا بعد دوگانه هایش ملخ و تارتنک هم همین خیلی رفتار میکنند. از این مرچه خیلی ناراحت می شود و گریه کرده باز به نزد مادرش می آید. مادر جان، گویان همه حادثه را نقل کرده می دهد. می گوید که امروز با من هیچ کس گم نزد، بازی هم نکرد، اصلا مرا نشناخت. ما گفتن که تو دروغگوی، شرم نمیداری. مرچه دوستی ما زرد رنگ بود، گفته از من روی گرداندن. گریه نکن دختری عزیزم، رنگی تو خیلی که نباشد فرق ندارد. مهمش همین است که وقتی که تو زرد رنگ بودی تو را همه دوست می داشتند. مرچه‌یک از مادرش خواهش می کند که رنگ قناتهایش را از نو زرد کند. مادرش می گوید که رو قناتهایت را با آب شوی. مرچه‌یک به حمام می رود، قناتهایش را می شوید و مثل پیشتره رنگش زرد می شود. انا از همان روز مرچه‌یک خوش و خرسندانه با دوستانش بازی کرده می گردد. انا دیدی دختری جانم، ما خیلی که هستیم خودمون را همون خیلی قبول کردنمون در کار. حسنی که خداوند داده است و وی اطاعت کردنمون در کار. فهما دختری جانم؟ بله مادر جان. انا همین خیل. وای دختری جانی خودمو، وای اصلک خودم، قندلات خودم. اکنون انا این نگاش ندار، هر دوی ما سحر و جادو میکنیم. فهما؟ بله. کنی دار کنی رفتیم. این تو واره شن تو واره شدریکه پوف 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 پوف. یکان ای بچه ها شیری نکنی به بها، این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها. تلا یکان ای بچه ها شیری نکنی به بها، این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها. گل غنچه ها ای کودک ها شیری نکن خندا نکن. گل غنچه ها ای کودک ها شیری نکن خندا نکن. بهری شما آورده یک گل زیبایی داستان.